حتی جالبتر بود، پریشب ایشون میگفتش که من صحبتی کردم، بالاخره وزیر از اختیارات من هست یا نیست که بردارم یا برندارم. حالا خوب، ممکن نظر شما خوب باشه، من به هر دلیل میگذارم، به هر دلیل برمیدارم. درست، نمایندگان مجلس که حق دخالت در این امر ندارن، این با انتخاب منه. حالا یا درسته غلط، انتخاب رئیسون، برمیدارم یا میذارم. باید کار کردم. بله حضرت آقام نظر مبارکشون باید بدن، نظرشون هم مصاب باید هم عنایت بشه. خب آقا هم یا موافقت میکنن یا مخالفت میکنن، از دو حال که بیرون نیست. آمدیم مخالفت کردن، اگه موافقت کردن که هیچ میره طرف، اگه موافقت کردن مخالفت کردن، من چه وظیفه‌ای دارم؟ من صریحاً به حضرت آقا گفتم آقا اگر ببینم که نظر شما هست که باشد ولی من نمیتونم باش کار کنم، آیا من حق انتقاد و گفتن دارم؟ فرمود بله حتی به منم داری. گفتم حق دارم، اجازه به من میدید اگه نتوانستم حتی استعفا بدم؟ فرمود خواست. خب یه زمانی به من دادن من فکر کنم، من تا اون زمان یا استعفا میدم یا میپذیرم یا نمیپذیرم یا هرچی. آقا هرچی تدبیر کرد. این ضد دولت‌فقیه؟ نه، حرفی که خود ایشون به من زد. گفتم نه. گفت این شلوغ یا چیه؟ نمیدونم. حزب الله یا دارن میگن ها؟ نمیدونم. من چیکار باید بکنم؟